من نگارم. ترم 3 گرافیک بودم. صبحم ساده بود. از خواب بیدار می شدم، یه چای می زدم، کیفمو می گرفتم و می زدم بیرون. مسیر دانشگاه همیشه تکراری بود. پیاده‌رو بلند، بوی نون داغ از نونوایی سر راه، صدای بوق تاکسی ها. توی ذهنم همش لیست کارا بود. زندگی من روی یه خط صاف می رفت. نه خیلی شلوغ، نه خیلی ساکت. تا روزی که مهتاب اومد. اولین بار سر کلاس نقاشی فیگور دیدمش. دیر رسیده بود. در کلاس رو آروم باز کرد و گفت ببخشید استاد. همه ی نگاه ها رفت سمتش. موهاش جمع بود، مانتوش ساده بود، یه کوله مشکی رو دوش داشت. نشست کنار من. استاد گفت مدل رو نگاه کنین، بعد با خطای بلند شروع کنین. من سرمو پایین انداختم و شروع کردم به کشیدن. ولی حواسم هی میرفت سمت مهتاب. دستش رو کاغذ روان بود. انگار دیر رسیده بودم و با کلاس آشنا بود. وسط کار سرش آورد نزدیک و زیر لب گفت پاک کن تو میدی؟ پاک کن رو دادم. گفت ممنون. لبخند زد. منم لبخند زدم. چیز خاصی نبود اما یه چیزی توی دلم جابجا شد. روزای بعد دوباره دیدمش. تو حیاط، تو آتلیه، تو صف کارگاه. هر بار یه سلام کوتاه. یه لبخند کوتاه. کم کم بیشتر حرف زدیم. درباره استادها، درباره مواد، درباره کاغذ. یه روز گفت کلاس تایپوگرافی میای؟ همون روز بعد کلاس نشستیم رو لبه باغچه. دفترم رو باز کردم، براش برنامه رو خوندم. یادداشت کرد. گفت تو خوشخطی. گفتم نه، فقط کند مینویسم. خندید. بعد از اون انگار دیگه هر جا میرفتم یه جوری میدیدمش. یه روز عصر که آتلیه خلوت بود، من مونده بودم برای اصلاح پوستر. اومد تو، گفت بذار ببینم. کنارم ایستاد. گفت این فاصله اینجا زیاد شده. اگه کمی نزدیک ترش کنی چشم راحت تر میخونه. امتحان کردم بهتر شد. گفتم راست میگی. گفت من روی ریزه‌کاری‌ها حساسم. گفتم خوبه، لازم داریم. گفت قهوه؟ نگاه کردم. گفت از کافه ته حیاط. قهوهش تلخه ولی بیدار میکنه. گفتم قبول. رفتیم 2 لیوان گرفتیم. نشستیم دور میز گرد آهنی. حرف زدیم. اول درباره کار، بعد درباره چیزای ساده، درباره خواب کم، درباره اتوبوس شلوغ، درباره مزه شیرینی ناپلونی. حرفا راحت بود، نه زور داشت نه ادا. وقتی جدا شدیم انگار روزم تازه شروع شده بود. کم کم شدیم همگروه. یه شب بارونی، آتلیه خلوت‌تر از همیشه بود. صدای بارون از پنجره می اومد. مهتاب یه موزیک آروم از گوشی گذاشت. زیر لب گفت با بارون قشنگ میشه. من با تیغ کاتر لبه کاغذ رو صاف میکردم. یه لحظه دستم لیز خورد و نوک تیغ خورد به انگشتم. خون اومد. گفتم آخ. مهتاب تند بلند شد. گفت صبر کن. از کیفش چسب زخم درآورد. نشست روبروم. انگشتم رو گرفت. گفت محکم نیست، فقط یه خطه. چسب زد. دستش سرد بود اما آروم بود. گفت حالا خوبه. گفتم مرسی. گفت کاری نداره. اون لحظه ساکت شدیم. نگاهش کردم. چیزی نگفتیم. اما سکوتش پر بود. یه چیزی بینمون شکل گرفت. چیز کوچیک اما واقعی. بعد از اون شب نگاهامون عوض شد. قبلش رفاقت بود. بعدش یه جرقه هم اضافه شد. ساده بود. نه آتیشبازیای سینمایی، نه حرفای بزرگ. فقط یه جرقه. جرقه‌ای که روز به روز روشن‌تر می‌شد. تو کلاسا کنار هم می‌شستیم. تو صف کپی کنار هم می‌ایستادیم. توی کافه یه میزو شریک می‌شدیم. کسی هم چیزی نمی‌گفت. دوستا فکر می‌کردن ما 2 رفیقیم که زیاد با هم می‌پلکیم. ما هم لازم نبود چیزی توضیح بدیم. خودمون می‌فهمیدیم. یه عصر جمعه قرار گذاشتیم بریم نمایشگاه عکس. سالن بزرگ بود. عکس‌ها روی دیوارای سفید. آرامش. هر عکسو می‌ایستادیم می‌دیدیم و کوتاه حرف می‌زدیم. وسط سالن جلوی عکسی از یه خیابون خیس مهتاب گفت من وقتی بارون میاد حس می‌کنم صدای شهر کم میشه. گفتم آره، انگار صداها فیلتر میشن. گفت اون وقت آدم میتونه حرفای توی سرشو بشنوه. گفتم تو سر تو الان چی میگذره؟ نگام کرد. نگاهش مستقیم بود اما نرم. گفت الان دارم به تو فکر میکنم. قلبم تند شد. گفتم منم همینطور. همین 2 جمله ساده. نه اعلان عشق، نه قول. اما برای ما کافی بود. بعد از نمایشگاه رفتیم پارک. روی نیمکت نشستیم. دستم رو آرام گذاشت روی دستش. نگرفت عقب. همونجا نشستیم. هوا سرد بود اما دستامون گرم بود. از اون روز رابطه ما وارد فاز تازه شد.
هنوز همون دو دوست بودیم، اما یه لایه نزدیکترم اضافه شد. صبح که می رسیدیم دانشگاه، چشمامون دنبال هم می گشت. اگه یکی دیر می کرد، اون یکی پیام می داد کجایی؟ اگه یکی خسته بود، اون یکی قهوه می گرفت. شبها تماس طولانی داشتیم. درباره چیزای ساده حرف می زدیم. این سادگی برای من بزرگ بود. من آدمی بودم که با شلوغی خوب نبودم. با ادا خوب نبودم، با سر و صداها هم. این رابطه سر و صدا نداشت. فقط صدا داشت. صدای مهتاب. صدایی که می گفت مشکل‌ها هم بود. جامعه ساده نیست. خانواده‌ها ساده نیستن. دانشگاه هم همیشه امن نیست. ما حواسمون بود، نه به خاطر خجالت، به خاطر حفظ آرامش. کسی لازم نبود بدون ما دقیقاً چی هستیم. خودمون میدونستیم و این کافی بود. اما دنیا همیشه ساده پیش نمیره. یه روز یکی از بچه‌های کلاس شوخی بی‌مزه‌ای کرد. گفت شما دوتا چرا همیشه با همین؟ مهتاب گفت خب رفیقیم. خندید. گفت رفیق؟ خیلی هم نزدیک. من چیزی نگفتم. توی دلم کمی ترس نشست. بعدش مهتاب پیام داد میخوای یه مدت کمتر با هم دیده شیم؟ نوشتم نه، فرار نمی کنیم. فقط حواسمون هست. جواب داد باشه، حواسمون هست. یه مدت سخت شد. پروژه ها زیاد بود. استادا سختگیرتر شده بودن. من سر یه پوستر گیر کردم. هر کاری می کردم نمی نشست. کلافه می شدم. یه شب به مهتاب گفتم میخوام بیخیالشم. گفت نه، بذار از اول ببینیم. نشستیم کف اتاق من. کاغذا رو پخش کردیم. گفت ایدت خوبه ولی شلوغش کردی. بیا خالی کنیم. یکی یکی حذف کردیم. سبک شد. وقتی تموم شد من هم سبک شدم. گفتم تو خوب میفهمی. گفت تو هم خوب میسازی. این جمله ها شاید عادی باشه اما برای آدمی مثل من میشه ستون. ستونهایی که سقف روزای سخت و نگه میدارن. یه شب دیگه من مریض شدم. تب داشتم. کلاس نرفتم. مهتاب بود. گفت مامانم برات سوپ فرستاد. خندیدم. گفتم مامانت منو میشناسه؟ گفت آره. گفتم یکی از بچهای کلاسه. گفت خب سوپ ببر براش. اومد تو. سوپ رو گرم کرد. کنار تختم نشست. سرم سنگین بود. پرسید قرص خوردی؟ گفتم آره. گفت بخواب، منم اینجام. خوابم برد. وقتی بیدار شدم شب بود. چراغ کم بود. مهتاب کنار پنجره نشسته بود و کتاب میخوند. اون صحنه هیچ چیز خاصی نداشت، اما برای من همه چیز بود. آرام بود. واقعی بود. بعدش شب بارون اومد. صدای قطره‌ها خورد به شیشه. مهتاب گفت دلت میخواد چیزی؟ گفتم نه، همین بسه. گفت باشه. گاهی هم دعوا میکردیم. نه دعواهای بزرگ، سوء تفاهمای ریز. یه روز من دیر رسیدم و پیام نداده بودم. مهتاب ناراحت شد. گفت نگران شدم. گفتم شارژ گوشیم تموم شد. بعد هر دو ساکت شدیم. بعدش من گفتم ببخش. اون هم گفت منم حساس شدم. ببخش. این ببخش ها مهم بود. چون غرور بیجا نبود. چون قهر طولانی نبود. یاد گرفته بودیم زود حرف بزنیم و زود درست کنیم. ترم گذشت، تعطیلات تابستون رسید، هوا گرم شد، شهر صداش عوض شد، ما هم فرصت بیشتری برای دیدن هم پیدا کردیم. صبحا می رفتیم پارک، می دویدیم نیم ساعت، بعد می شستیم آب می خوردیم و حرف می زدیم. من از آینده می ترسیدم. مهتاب بیشتر امیدوار بود. می گفت آینده میاد، قدم به قدم. من می گفتم اما خانواده، اما حرف مردم. می گفت لازم نیست به همه توضیح بدیم. هر کس سهمی داره. ما هم سهم خودمون رو داریم. همین جمله ها به من قوت میداد. یه روز جمعه قرار گذاشتیم بریم بازار قدیمی. از کوچه های باریک رد شدیم. بوی ادویه و قالی، دستبندای دستساز. مهتاب از یه دکه 2 نخ بافتنی خرید. سر نخش یه مهره کوچیک بود. گفت اینا رو ببندیم به مچمون. همون کار دبیرستانیه. گفت باشه، اما قشنگه. بستیم. کسی نمیفهمید معنیش چیه، اما برای ما علامت بود. نه مالکیت، نه نمایش. فقط یه یاد کوچیک که هر وقت دستمون رو نگاه می‌کردیم به هم فکر کنیم. تابستون تموم شد. ترم جدید شروع شد. ما هم برگشتیم به ریتم کلاس و آتلیه. استاد جدید سختگیر بود. اولین جلسه گفت تسلیم سخت، نتیجه بهتر. ما آماده بودیم. پروژه اول رو گرفتیم.
من روی ایده ها، مهتاب روی اجرا و جزئیات. شبها هم زمان برای خودمون. نه همیشه طولانی، اما با کیفیت. گفتگوهای ریز درباره چیزهایی که کسی معمولاً براشون وقت نمیذاره. این گفتگوها رگ رابطه رو سالم نگه می‌داشت. یه روز عصر که از دانشگاه می اومدیم بیرون، بارون شروع شد. اول نم نم، بعد تند. ما چتر نداشتیم. دویدیم زیر سایه دکونا. خندیدیم. مهتاب گفت چقدر خیس شدیم. گفتم بذار خیس بشیم. ایستادیم زیر بارون. سرد بود اما خوب بود. من یه لحظه به صورت خیس مهتاب نگاه کردم. ساده بود. نه آرایش، نه ادا. فقط اون چشما که منو نگاه می‌کردن. من آرام گفتم دوستت دارم. سکوت شد. فقط صدای بارون. مهتاب یه قدم نزدیکتر شد. گفت من هم. همین. نه صحنه بزرگ، نه موسیقی، نه حرفهای زیاد. فقط 2 کلمه. اما کافی بود. بعد از اون عشقمون واضح‌تر شد. برای خودمون واضح‌تر. بیرون همون رفاقت بود. داخل اون 2 کلمه هم بود. ما عجله‌ای برای آینده نداشتیم، اما بی برنامه هم نبودیم. حرف زدیم. درباره کار، درباره ممکنها. گفتیم بعد از فارغ التحصیلی چی میخوایم؟ من گفتم میخوام توی یه استودیو کار کنم و بعدش شاید مستقل بشم. مهتاب گفت میخواد تدریس کنه و پروژه های کوچیک بگیره. گفتیم میتونیم کنار هم باشیم. نه همه چیز در یک جا، اما نزدیک. سختی ها هم همراه ما می اومد. یک بار شایعه‌ای توی کلاس پیچید که فلانی و فلانی خیلی با همن. اسم ما رو هم گفتن. من ترسیدم. باشه، پس با احتیاط. اما پنهانکاری نکنیم. فقط آرامش رو نگه داریم. چند هفته سخت گذشت. ما کمتر کنار هم دیده شدیم. ولی شبها با هم حرف زدیم. این دست و پنجه نرم کردن با حرف مردم خودش یک کلاس بود. کلاس صبر. کلاس انتخاب. یاد گرفتیم که چطور سر خود رابطه تمرکز کنیم، نه روی نگاه‌های بیرون. زمستون اومد. هوا سرد شد. آتلیه‌ها بوی بخاری و چای گرفتن. فشار زیاد بود. من چند بار کم آوردم. مهتاب کنارم بود. گاهی اون کم می آورد و من کنارش بودم. با هم مسیر رو رفتیم. روز تحویل وقتی کار رو دیوار نصب کردیم، استاد سر تکون داد. گفت خوبه، تمیزه، فکر دارد. من لبخند زدم. مهتاب هم لبخند زد. بیرون آتلیه دستم رو آهسته فشرد. گفت دیدی؟ شد. گفتم به کمک تو شد. گفت به کمک هم. بعد از تحویل یه شب رفتیم پشت بوم خوابگاه. هوا صاف بود. شهر برق میزد. یه پتوی نازک انداخته بودیم. نشستیم. مهتاب گفت من میترسم. گفتم از چی؟ گفت از آینده، از اینکه جدا بیفتیم، از اینکه یه روز مجبور شیم دور بشیم. ساکت شدم. واقعیت بود. گفتم میدونم. منم میترسم. ولی الان اینجاییم تا وقتی میتونیم کنار هم میمونیم. هر قدم که رسیدیم همونجا تصمیم میگیریم. لازم نیست یه جا همه چی رو حل کنیم. سرش رو تکون داد. گفت من کنار تو کمتر میترسم. گفتم من هم. بهار که رسید یه پیشنهاد کارآموزی گرفتم توی یه استدیوی کوچیک. خوشحال شدم، اما نگرانی هم بود. ساعتهای کار بیشتر میشد، دیدن ما کمتر. اولین هفته سخت گذشت. کم حرف زدیم. هر دو خسته بودیم. یه شب مهتاب پیام داد من حس میکنم دور شدیم. نوشتم نه، خسته شدیم. بیا یه برنامه بچینیم. نشستیم و وقتها رو چیدیم. 2 شب در هفته برای دیدن. هر شب پیام کوتاه هستی هستم. آخر هفته پیاده روی. این برنامه ساده کمک کرد. نه کامل، اما رابطه رو زنده نگه داشت. فهمیدیم که عشق فقط حس نیست، کار هم هست، نظم هم هست. نه نظم خشک، نظم مراقبت. پاییز بعدی پروژه مشترک گرفتیم. یک کافه کوچیک میخواست هویتش رو عوض کنه. ما مسئول طراحی پوستر و منو و دیوارنگاره شدیم. کار قشنگی بود. با هم رفتیم کافه رو اندازه زدیم، با هم رنگ‌ها رو انتخاب کردیم، با هم چاپ کردیم. شب افتتاحیه صاحب کافه گفت کار شما فضا رو گرم کرد. ما به هم نگاه کردیم و خندیدیم. سالها گذشت. نباشه تاب. با قدم‌های کوچک. ما بزرگ شدیم. کار گرفتیم. پروژه‌های مشترک بیشتر شد. شب‌هایی بود که خسته بودیم، شب‌هایی بود که خوشحال بودیم. بارون‌هایی بود که زیرش حرف زدیم، آفتاب‌هایی بود که زیرش سکوت کردیم. هر کدوم زخم‌هایی خوردیم از بیرون، از اتفاقها. اما هر بار برگشتیم به هم. نه برای فرار، برای نفس.
برای یادآوری چیز ساده‌ای که اول مسیر پیدا کرده بودیم. کنار هم بودن، بدون ادا. یک روز معمولی بود. من از کار برگشتم. مهتاب قبل‌تر رسیده بود. روی میز 2 لیوان چای بود. کمرنگ شده بود ولی بود. مهتاب گفت یادت بازار قدیمی؟ گفتم آره، همون روز که بندها رو بستیم. گفت من اون روز تصمیم گرفتم که هر روز چیزی کوچیک برای این رابطه انجام بدم. حتی اگه فقط یه پیام باشه. حتی اگه فقط 1 لیوان چای. گفتم من هم. ساکت شدیم. بیرون نور عصر افتاد روی دیوار. بوی چای بلند شد. ما چیزی نگفتیم. نیازی نبود. همه چی گفته شده بود. اگه بخوام جمع‌بندی کنم، قصه ما قصه 2 دختره که همدیگر رو دیدن. آهسته نزدیک شدن. آهسته تر عاشق شدن. قصه سر و صدا نبود. قصه صدای آرام بود. قصه کار کردن روی چیزهای کوچیک. قصه هستی هستم. قصه دست‌هایی که توی شلوغی همدیگر رو پیدا می‌کنن. قصه 2 نفر که یاد گرفتن به جای ترسیدن از آینده امروز رو بسازن. هر روز 1 ذره. هر روز 1 قدم. من نگارم. مهتاب کنارمه. دنیا هنوز سختی خودش رو داره. حرف مردم همیشه هست. پروژه ها گاهی میگیرن، گاهی نمیگیرن. خانواده ها گاهی میپرسن، گاهی ساکت میشن. اما ما یاد گرفتیم نفس بکشیم. یاد گرفتیم ساده حرف بزنیم. یاد گرفتیم زود ببخشیم. یاد گرفتیم آهسته امیدوار باشیم. ما هنوز هم همون نخهای باریک رنگی رو روی مچمون داریم. شاید یه روز پاره بشن. اما معنیشون بیرون از نخواست. معنیشون بین این همه روز ساده است. بین این همه هستی هستم. بین این همه لیوان چای. بین این همه پروژه مشترک. بین این همه باران و آفتاب. بین این همه سکوت خوب. مرسی که تا اینجای داستان با من بودین و گوش دادین. امیدوارم از قصه نگار و مهتاب لذت برده باشین. اگه دوست داشتین حتما بهم بگین تا قسمت بعدی این داستان رو هم براتون تعریف کنم.